امروز رئیس حزب لیبرال دموکراتیک فدراسیای روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی و هیئت همراهانش از مرکز بزرگ سودا و خدمترسانی شهر دوشنبه بازار مهرگان دیدن نمودند. ضمن بازدید از بازار مهرگان مهمانان با صفت محصولات عضوقواره، میوه و سبزیجات خوش‌طعم و از لحاظ اکولوژی تازه، محصولات نانی، شیرینی‌ها و دیگر محصولات خوراکواری در جمهوری تاجیکستان استحصال شونده و محصولات و مصنوعات هنرمندی شناس شدند. در بازار مهرگان به مهمانان میوه‌های وطنی از قبیل سیب و انار، خرما و انگور، نوک، خشک میوه، نامگوی زیاد دانگی‌ها، محصولات پالیزی، سبزیجات تر و تازه و عسل خوش‌طعم تاجیکی به طور خاص معرفی کرده شد. توجه مهمانان را رسته‌های پر از محصولات عضوقواری از لحاظ اکولوژی تازه مملکت که بازگوی فراوانی بازار استعمالی کشور است به خود جلب نمود. ضمن بازدید از گوشه میوه‌ها مهمانان صفت و طعم و مزه میوه‌های تاجیکستان را ناتکرار ارزیابی نمودند. همچنین در اینجا زنبور پروران از هر گوشه و کنار جمهوری محصولات استحصال نموده خویش را به معرض گذاشته با شرح دادن طرز پرورش زنبور و از آن استحصال نمودن عسل دسترنج خویش را معرفی کردند. در این گوشه 5 نمود عسل تاجیکی معرفی کرده شد. در همین جا به مهمانان محصولات و مصنوعات هنرمندی معرفی گردید. با دیدن نامگوی زیادی محصولات هنرمندی و ارمغان‌های دقت جلب کننده هیئت مهمانان خوشحال گردیده مهارت بلند هنرمندان تاجیک را ناتکرار معنی داد نمودند. در بینای دیگری بازار مهرگان از جانب کارخانه‌های صنعتی مملکت نمایش محصولات خوش‌صفت و جوابگو به استاندارد به خطرش تامین و مطابق با بازار استعمالی تشکیل کرده شد. در اینجا نامگوی زیادی روغن رستنی، آب‌های تشنه‌شکن، شربت و نوشابه‌ها و غیره به معرض گذاشته شده بود. در مجموع هیئت مهمانان تحت راهبری رئیس حزب لیبرال دموکراتیک فدراسیای روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی با دیدن بازار مهرگان شهر دوشنبه خوشحال شده به خود تأثیرات نیک برداشتند.